مسترینگ اسیستنت به صورت کلی این کار رو انجام میده. افکت خوبیه، میشه ازش استفاده کرد. خیلی جاها نکات خیلی خوبی رو به شما ممکنه آموزش بده، همونطور که خیلی از بزرگان میگن طبق استفاده هایی که از این افکت داشتن. سلام و وقت بخیر. توی این ویدیو میخوام راجع به افکت جدید لاجیک یعنی مسترینگ اسیستنت با هم صحبت کنیم. اگه که لاجیکتون رو آپدیت کرده باشید به ورژن‌های 10-8 یا بالاتر از اون، ممکنه این افکت رو اینجا دیده باشید که توی استریو اوتتون توی پایین‌ترین قسمت از پنجره افکت‌ها یه افکت هست که نوشته مسترینگ. میخوام توی این ویدیو با این افکت آشنا بشیم و ببینیم که این افکت چقدر میتونه توی مسترینگ به دردمون بخوره. من همراه باشید. خب این یکی از کارهای جدید منه که من بعد از اینی که میکسش رو انجام دادم به صورت ویو اکسپورتش گرفتم و آوردمش اینجا توی یه پروژه جداگونه که حین مسترینگ کردن مراحل میکس هم دستکاری نشه و پروژه روی اون اضافه سوار نشه. حالا هم به دلایل مختلف، حالا هم به دلیل اینکه پروژه‌ام سنگین نشه، کرش نکنه، هم به دلیل اینکه تمرکزم فقط روی بخش مسترینگ باشه. و افکتایی که استفاده کردم افکتایی هست که معمولاً هر مستر کاری توی لاجیک ازش استفاده میکنه. یعنی همون چنل کیو برای بالانس کردن بیشتر صدا، مولتی پروسسور برای اینکه یه سری فرکانس‌های خاصی رو تقویت کنم یا کمتر کنم، اکسپندر برای اینکه یه سری فرکانس‌ها و صداهایی که بهش مشخص میکنم با کیفیت بیشتر و صدای بهتری پخش بشن، استریو اسپرد برای اینکه بتونم لاین چپ و راستم رو بیشتر دیواید کنم و اون داینامیکش رو بیشتر کنم، اکسایتر برای اینکه یه سری فرکانس‌هامو تقویت بکنم، از فت فیکس برای دیستورشن و استفاده از گزینه بیس اینهانسرش استفاده میکنم که بیس قوی تری داشته باشه، و در نهایت هم آداپتیو لیمیتر که نسبت به لیمیتر عادی خیلی آداپته تر و بدون اینکه شدت صدا رو خیلی بکوبه صدا رو لیمیت میکنه. و در مقابل این داستان ما اینجا مسترینگ اسیستنت رو داریم که با کلیک کردن روش باز میشه، شروع میکنه به یه لود کردن خیلی کوتاه، یا آنالیز انجام میده و اون مستر چینتون رو با استفاده از افکت هایی که داره اینجا براتون میچینه. خب من اینجا یه قسمت از صدا رو انتخاب میکنم. یه بار بدون افکت گوش کنیم، یه بار با استفاده از افکت هایی که من گذاشتم و یه بارم با استفاده از افکت مسترینگ اسیستنت بدون افکت. با استفاده از افکت ها و این دفعه با استفاده از مسترینگ اسیستنت. خب اگه که شما بتونید صدا رو با دقت بالایی گوش کنید، یعنی با هدفون یا با اسپیکر مانیتورینگ، متوجه میشید که مسترینگ اسیستنت یک مقداری صدا رو بیستر چیده، یعنی اکولایزرش رو مقدار بمتر چیده روی صدای فرکانس به من تقویت بیشتری کرده و افکتایی که من گذاشتم صدای زیرتری داره. نکته‌ای که هست اینه که شما میتونید از این استفاده کنید، میتونید ترکیبش کنید، یعنی از مسترینگ اسیستنت استفاده کنید ولی یه سری از افکتاتون رو کماکان استفاده کنید و اون حالتایی که میخواید به صدا بدید، یا اینی که میتونید کاملا ازش استفاده نکنید. حالا بیایم راجع به این افکت مسترینگ اسیستنت صحبت کنیم که چه قابلیت‌هایی داره. به صورت کلی سه تا قسمت داره که این قسمت بزرگ سمت چپ اکولایزرش هست، قسمت بالا سمت راست داینامیک صدا رو تنظیم میکنه و قسمت پایین سمت راست هم اسپرد صدا یا همون جهت صدا رو داره مشخص میکنه. بریم سراغ بخش اکولایزر و ایکیوش. اینجا چند تا کاراکتر داره که حالا برای استفاده از حالتهای مختلفش باید از نسل سی پی یو های M1 M2 M3، یعنی مکتون باید داره این سی پی یو ها باشه و اگه نداشته باشید این گزینه ها رو نداره و دیسیبل مثلا اتفاقی که اینجا برای من افتاده و خب داره روی رنگ صدا کار میکنه بیشتر و اگه دارید میتونید این گزینه ها رو تست کنید و فرقشون رو ببینید چطوره. و این نکته رو هم بگم که روی هر پروژه ممکنه یکیشون جواب بده و نمیشه گفت که صرفا این گزینه برای تمامی پروژه ها میتونه مناسب باشه. خب
اینجا میتونه یه دستگیره به من داده، طبق این لاینی که اینجا چیده این رو واسه من مشخص کرده که این اکوالایزریه که حالا من به نسبت آنالیز این صدا بهت این افکت ها رو میدم و من میتونم اینجا با این دستگیره داینامیک این اکوالایزر رو بیشتر کنم یا اینکه حتی داینامیکش رو کمتر کنم و به سمت صفر یا همون خطی ساده ببرم. یعنی در واقع وقتی که روی صفر قرارش بدم اکوالایزرش بایپاس میشه، انگار اکوالایزرش خاموشه، هیچ تغییری روی صداش اعمال نمیشه. 3 تا نقطه یا 3 تا دستگیره برای من اینجا گذاشته که میتونم یه سری فرکانس ها رو حالا توی 3 تا قسمت لو رنج یا همون فرکانس های بیس، توی مید رنج یا فرکانس های میانی و توی های رنج یا فرکانس های زیر میتونم این حالات رو تغییر بدم، بیشترشون کنم یا کمترشون بکنم. و اگه که نخوام از این گزینه استفاده کنم خیلی ساده میتونم اینجا کاستوم EQ رو خاموش کنم. کاستوم EQ همون 3 تا دستگیره‌ای بود که گفتم میتونید باهاش صداتون رو تغییر بدید و فرکانس رو جابجا کنید. و اما میریم سراغ قسمت بعد یعنی داینامیک. توی قسمت داینامیک یه دستگیری اینجا واسمون گذاشته که اینجا در واقع داره لودنس صدا رو تعیین میکنه. کار دستگیری لودنس اینه که داینامیک صدا رو تقویت کنه، یعنی که در واقع میشه گفت شدت صدای شما رو، شدت موسیقی شما رو میبره بالاتر، شدت صدای خروجی رو، بدون اینکه نقطه پیک رو رد کنه، بدون اینکه صدای کلیتون رو از 0 دسیبل بالاتر ببره، صرفا داینامیک صداتون رو تقویت میکنه. به صورت دیفالت هم روی 0 قرار داره، شما میتونید تا مقدار مثبت 1 ببریدش و از اون ورم تا مقدار منفی 1 میتونید کمش بکنید. یه قسمت دیگه هم این پایین داریم به نام اکسایت که کار اکسایتر رو انجام میده، این افکت اکسایتری که ما اینجا ازش استفاده میکردیم و یه مقدار سعی میکنه توی یه محدوده خاصی از فرکانس‌ها اون قسمت رو بوست کنه که صدا قوی تر بشه. یه زمانهایی پیش میاد که اکسایتر با لاودنس تداخل صدایی داشته باشه، یعنی زمانی که شما لاودنس رو استفاده میکنید و اکسایت رو هم روشن میکنید ممکنه بعضی از صداهاتون دیستورت شنیده بشه. پس باید خیلی دقت کنید که همیشه این دوتا رو نمیتونید با هم روشن نگه دارید. در واقع این افکت مسترینگ اسیستنت به شما کمک میکنه، صرفا نمیتونه هر آپشنی که اضافه میکنه به موسیقی شما کمک بکنه و بهبود ببخشه موسیقیتون رو. ممکنه بعضی از اون حالتایی که استفاده میکنه بتونه موسیقی رو از اون چیزی که میخواستید تغییر بده و شاید هم یه زمانهای بدترش بکنه. پس باید حین استفاده از این افکت حواستون جمع باشه که داره چه کارها رو روی صداتون انجام میده و زمانی که حالا دارید تغییرات رو روش اعمال میکنید این قسمت‌های مختلف موسیقیتون رو چک کنید، گوش کنید و ببینید که بهتر شده یا بدتر شده. اگه دقت کرده باشید زمانی که من اکسایتر رو روشن میکنم اونجایی که داره سینتزایزر من نوت‌ها رو میزنه یه صدای خش ریز توی ملودی شنیده میشه و زمانی که خاموشش میکنم اون حالت از بین میره. یه بار دیگه دقت کنید اینجا، حالا این دفعه خاموشش میکنم. اما میریم سراغ قسمت بعد که داره ترو پیک رو نشون میده. ترو پیک در واقع داره پیک لحظه‌ای صداتون رو بهتون نشون میده که اون ثانیه از موزیک که داره پخش میشه اون دسیبل صدا و پیک صداش چقدره و توی این قسمت هم بلندترین صدا رو بهتون نشون میده. قسمت لوپس هم که مانیتور کردن شدت صدای مختلف رو به عهده داره. قسمت M رنج صدای لحظه‌ای رو بهتون میده که تو اون لحظه صدا چقدره. قسمت S اون داینامیک صدا رو به شما میده، یعنی متوسط صدا، فاصله بین کم و زیاد رو به صورت میانگین بهتون نشون میده و قسمت آی هم میانگین لحظه‌ای صدا رو بهتون نشون میده و زمانی فعال میشه که شما اینجا گزینه استارت رو کلیک کنید. خب اینجا میگه با توجه به اون صداهایی که من اینجا توی ام گرفتم داینامیک متوسط صدات -12.3 دسیبله
و اینجا با ریست میتونید مقدار رو صفر کنید. قسمت بعدی قسمت اسپرد هست یا همون جهت صدا. کار همون افکت کورلیشنی که ما اینجا باز می‌کردیم رو انجام میده. یعنی در واقع میاد میگه که صداتون اختلاف صدای شما بین لفت رایت گوش چپ و گوش راست چقدره. زمانی که روی مثبت 1 باشه یعنی عیناً هر چیزی که توی سمت چپ صدا دارید رو توی سمت راست هم دارید. صفر در واقع یه میانگینه، میگه یه سری قسمت‌ها بالا و پایین میشه و منفی 1 داره میگه که این دوتا اصلاً با هم همخونی ندارن. و خب زاسه زمانهایی که میخواد صدا رو به صورت مونو گوش کنید و از یه تک هندزفری یا تک اسپیکر استفاده میکنید، این قسمت منفی 1 میتونه مشکل ساز بشه. اینجا هم خودش توی قسمت وید میتونه اون محدوده رو به سمت چپ یا به سمت راست ببره. و در نهایت 3 تا گزینه این پا میمونه. گزینه ریانالایز سکشن در واقع مربوط به زمانی میشه که شما تغییر رو توی صداتون ایجاد کرده باشید. یعنی من یه افکت دیگر رو باز کرده باشم، صدا رو کمتر یا بیشتر کرده باشم و حالا میخوام یه بار دیگه آنالیز رو واسم انجام بده و دوباره اون چیدمانش رو واسه من داشته باشه. گزینه بایپس رو زمانی که بزنید کلا افکت رو بایپس میکنه و ازش استفاده ای نمیکنه. من اگه خاموش کنم این افکت رو زمانی که دارم پخش میکنم اینجا هیچ تروپیک و لوفت هیچ عددی رو به من نشون نمیدن. توی این قسمت EQ هیچی به من نشون نمیده. یه زمان هست من میخوام این قسمت ها رو ببینم و میخوام ببینم که داره افکت چی کار میکنه، منتها نمیخوام اعمال بشه افکت. از گزینه بایپس استفاده میکنم. و یه گزینه لاودنس کامپنسیشن داره که در واقع میاد اون بلندترین صداها رو میگیره، یک مقدار فاصله بین پیک صدا و داینامیک رو کمتر میکنه. مسترینگ اسیستنت به صورت کلی این کار رو انجام میده. افکت خوبیه، میشه ازش استفاده کرد. خیلی جاها نکات خیلی خوبی رو به شما ممکنه آموزش بده، همونطور که خیلی از بزرگان میگن طبق استفاده هایی که از این افکت داشتن. And I think that processing is something that I could learn from this and take and apply to mine. And that's the last point that I want to make. And that's why I am always going to put this on every master that I ever do from here on out, because I want to learn from it. Even if I don't end up using this for any master that I ever release, there is something that I might be able to pull out of what it does that I didn't think to do, or that my brain just didn't even think about, that I could apply to my master and I would end up with a better mastering. I would rarely ever just use this plugin alone on my master bus, but this brings something to it that I didn't have in another plugin before now. ولی میشه گفت که این یک افکت، ممکنه که شما هیچ نیازی به استفاده از این پیدا نکنید، ممکنه ازش استفاده کنید، ممکنه این افکت رو استفاده کنید و در کنارش حس نیاز به افکت های دیگر رو هم داشته باشید و سری افکت های دیگر رو هم در کنارش باز کنید. ولی کاری که به صورت معمول من انجام میدم اینه که بعد از اینه که مسترینگم رو انجام میدم، چه افکت بذارم چه افکت نذارم، افکت مسترینگ اسیستنت رو باز میکنم تا ببینم که چه پیشنهادهایی رو به من میده و چه آنالیزی از صدای من داره و صدا رو به چه سمتی داره میبره و ازش الگو میگیرم. یه جاهایی بهم کمک میکنه، یه جاهایی ممکنه خوشم نیاد ببندم، بایپسش کنم، اصلا ازش استفاده نکنم و یه جاهایی هم ممکنه که کلا فقط همین مسترینگ اسیستنت رو روی صدام بذارم که چندین بار هم توی این مدت پیش اومده مسترینگ اسیستنت رو باز کردم، از اون حالت مستری که بهم پیشنهاد کرده خوشم اومده و همون رو استفاده کردم، صرفا هیچ افکت دیگه‌ای رو به کار نبردم. امیدوارم این ویدیو واسهتون کاربردی بوده باشه. با ویدیوهای بعدی با من همراه باشید.